بدآموزی نداشته باشه براتون. چطوری؟ خوبی آراد؟ مرسی خوبم. تو چطوری؟ من تا همین چند دقیقه پیش خوب بودم. کائنات وقتی میخواد باد کلنجار بره دقیقاً تا ثانیه آخر اون قدمی که میخوای به سمت اون چیزی که میخوای برداری تلاش خودشو میکنه داداش. واقعا ولی امروز داشتم همین اومدم جات که با هم بیایم اپیزودو بگیریم. تو ماشین داشتم دوگ نباش نگاه میکردم. خب چقدر اسم قشنگیه دوگ نباش. یعنی چی دوگم؟ یه لفظ خودشونه؟ یعنی نه دوگ یه معنیه. بذار اینجوری بهت بگم. نگاه کن مثلا بستنی شکلاتی دوگمه. خب همه بستنی شکلاتی میخورن. نمیرن طعمای دیگر رو امتحان کنن، چیزای دیگر رو امتحان کنن. خب به کسایی که چیزای دیگر رو امتحان نمی کنن یا افکار بقیه رو قبول ندارن یا اعتقادات بقیه رو قبول ندارن میگن آدمای دوگ. فقط به اون چیزی که خودشون اعتقاد دارن مثلا صفروشن میگن تو اشتباه میگی. این آدم دوگمیه. گرفتم شد. حالا تو غذا داریم توی همه چی دیگه معنیش اینه. همون اولین دیتایی که مغزش بهش میده رو همون پایبنده. آره همینه دقیقاً. به این آدم میگن آدم دوگ. تقریبا چیزای دستگیرم شد. آره و دوگم نباشیم واقعا. چقدر بد دوگ بودن. جالب شروع شد. آره به خاطر به چیزی که به هممون ریختم بستگی داشت. میفهمی رفتش بهش. من که در کل متوجه نیستم الان چه اتفاقی افتاده ولی خب بعداً تو اپیزودهای بعدی بیشتر بهتون توضیح میدیم. خوشحالم که ما رو تماشا میکنین. برنامه مفرحی داریم براتون. اگه آقا را کاراشو کم کنه یه کمی بچسبیم به یوتیوب. آره نمیتونم آرزو کنم آخه کارام کم شه. خیلی سر شلوغ شده جدیدن. میدونی چند تا هندونه رو با هم برداشتم. آره الان یه هفته من ندیدم بیشتر. هندونه رو همه از یه جا برداشتم. یعنی چند تا هندونه است. آره بعد خوشحالم که هم دیگه رو داریم. خوشحالم که شما رو داریم. همچنین ما رو دنبال کنید، به دوستاتون معرفی کنید. صحبت جالبی میکنیم اینجا. یعنی فکر میکنم که نمیذاریم حوصله‌تون سر بره. آره یعنی اینجوریه که حرفایی رو سعی میکنیم بزنیم که جای دیگه نمیشنوین و اینکه به دردشون هم بخوره. آره من خودم دوست دارم بخوره. من بیشتر بعد از اینکه این اپیزودو یا هر اپیزودو میبینید یه چیز بهتون اضافه شده باشه. همچنین به خود ما. آره. به هر حال آدما شاید راجع به خیلی چیزا صحبت کنن ولی بهش عمل نکنن. درسته. ولی خب همین تکرار کردن این صحبت‌ها باعث میشه که دقیقاً تکرار کردن خودش یادگیریه. میره داخل ذهن و باعث میشه که انجام بدی. آره من خودم هم خیلی برام پیش میاد بعضی وقتا مثلا یه فکتی رو یه کانسپتی رو کلا فراموش میکنم و مثلا شاید بعد یه مدت طولانی که راجبش پیش میاد دوباره صحبت میکنم همونجا دوباره میبینم این داده تو مغز من بوده. این دیتا رو من داشتم. مثل بحث طلایی که امروز داشتیم میکردیم. آره ما کی راجع به این طلا صحبت کردیم؟ فکر میکنم اون اپیزود مال 2 ماه پیشه. اولین باری که با هم صحبت کردیم راجبش تو ماشین کی بود؟ اونم همون فکر کنم 6 ماه پیشه. آره تقریبا. نه از اون موقع تا الان اگه به همون حرفمون عمل میکردیم درسته الان یک میزان خیلی بیشتری از چیزی که الان جلوتر بودیم. پس ولی خب ببین یه اپورتونتی اینطوری فکر میکنم آره نه اینکه همیشه باشه ولی در هر سال یه پامپ اینطوری اصولا ما داریم. حالا خب چون از اقتصاد سر در نمیارم آره میخوام خیلی مثلا راجبش صحبت نکنیم ولی اینطوریه الان دیگه. میگیری چی میگم تو کلا هر چیزی رو که خرید بزنی تا یه مدتی اون حالا میدونیش فقط من سوالم اینجاست. مثلا ما میریم یه چیزی رو میخریم گرونتر میشه
داراییمون بیشتر شده نگاه کن بستگی داره به اون چیزی که می‌خری. یا ارزش داراییمون کم شده؟ نگاه کن دلار بابتش صدق نمیکنه خب، چون کشور داره با دلار پیش میره. خب طلا هم صدق نمیکنه. کی صدق میکنه؟ وقتی که تو میای میگی آقا من سیوینگمو میخوام طلا بگیرم. خب اون سیوینگی که داری جدا میمونه برات، روش پولم اضافه میشه. آره. یعنی این پولی که داره ارزششو از دست میده ثابت نمیمونه. تو اگه 1 میلیون رو بذاری ما 1 میلیون ماه بعد یکی نیست دیگه. درسته. ولی اگه طلا بخریم با ماه بعد یکیه. دلار هم همینه. خب یعنی تو اگه داری سیو میکنی، این که ریال نگه داری تا دلار معلومه دلار، خب ولی دلار بازم بدترین آپشنه به نظر من. آره دوگمترین آپشن. دوگمترین آپشنه. خب آخه میدونی نقدیت دلار هم اونجوری کم میشه تو کشور. یکم مشکلایی که کشور. آره بعد به میزان این که خب تقاضا برای یه چیزی میره بالا، خب قیمت اون افزایش میده. خود همین قضیه میتونه باعث افزایش قیمتش بشه. دکتر آزاد هستم، متخصص اقتصاد. آره حالا ما قبلا هم گفتیم ما خودمونم ببخشید نیستیم ولی دیگه به هر حال خیلی جالبه. یه اپیزود گرفتیم راجع به کلا منیج پول و اینا. و اول اون اپیزود هم گفتم با کی داری راجع به منیج پول صحبت میکنی؟ مهم اینه که میتونی خوب صحبت کنی. ولی این تکرار کردم رو انگار ناخودآگاه ذهن تاثیر میذاره تا این کار شروع کنی بالاخره. دقیقاً. آره. میدونی چند روز پیش گرمی آوردز بود. و خیلی چیزا یاد گرفتم از گرمی آوردز امسال. نه اینکه مثلا بگم مثلا از لحاظ موسیقیایی چیزی یاد گرفته باشم، چی میگم، کامل برنامه‌شم کامل ندیدم. خود اتفاق گرمی امسال به خاطر یعنی یه اتفاقی داشت که اون باعث این شد که چند تا درس جالب گرفتم. حالا نمیدونم در جریانی یا نه. ترک نات لایک اس کندریک خب 5 تا جایزه برده توی شب. عجب. دیس دریک رکورد آف دی ایر، بهترین پرفورمنس سال، بهترین ترک سال و 2 تا جایزه دیگه هم گرفته بود. و میدونی این برام جالب بود که چجوری یه ستاره‌ای مثل دریک که جزو پرشنونده ترین، بیشترین شنونده، جزو کساییه که بیشترین ادبیات فارسی رو فراموش کردم. یه لحظه انگار داشتم به یه زبون دیگه ای صحبت می‌کردم. بیشترین شنونده رو تو دنیا داره. جزو آرتیستایی که بیشترین شنونده رو دارن تو دنیا. آره. بعد جونم برات بگه که ولی یک سال هم بوده بیشترین شنونده رو داشته. آره یعنی تایم های بوده که بیشترین شنونده رو داشته باشه توی اسپاتیفای. ولی دیدم مثلا یه دیسترک چجوری یارو رو کریر یارو رو یه خاک زیادی آورد روش گذاشت. اصلا میگیری چی میگم. بعد این واقعا یه درسی بود برام که تو هر چقدر بالا باشی امکان داره یه سور بخوری. البته کم اونقدی چیز نشد، اونقدی جایگاهش تزلزل وارد نشد. اینجوری نیستش که بگی مثلا یارو پلیش میریزه یا مثلا خیلی فالوور از دست میده، ولی طبیعتا روی این خود ارزش اون آرتیست و نگاه مخاطب و حتی توی درآمد اون آرتیست هم تاثیر میذاره. میگیری چی میگم؟ چون الان مثلا سوپر بول قرار کندریک اجرا کنه، اجرا کندریک و سیزان. بعد حالا این کلا ساید افکت این اصولا اینطوریه که سوپر بول حال ترین آرتیست اون سالو میارن اجرا میکنه. و میدونی حاجی اینجوری بود برام که حس میکردم یه بازی پشت این قضیه است که یعنی حالا کار ندارم کندریک خیلی رپر خفنیه. آره. ولی خیلی آخه دیگه نمیدونم، یعنی مثلا تو فکر میکنی یهو همه مخاطبای رپ آمریکا یهو مثلا به این درجه رسیدن که چقدر مثلا کندریک خفن‌تر بوده یا یه سری ام سی رپرها چقدر بهترن. آره. و مثلا اینا مثلا چه چرت و پرتایی بوده ما گوش می‌کردیم میگیریم. و حتی مارکت اونجا
بیاد مثلا سمت این که بیا مثلا جایزه رو بدن به، چون میدونی یه سری آرتیستا اصلا گرمی رو تحریم کردن. آره. مثلا امینم گرمی نمیره. درست. ویکند یه سالی گرمی رو تحریم کرده بود به خاطر اینکه سال قبلش افتر اورز نامینی نشده بود فکر کنم. و جونم برات بگه که اینکه مارکت هم اومد همون سمتی که مردم داشتن، میگیری چی میگم؟ یعنی یه قشری از مردم یهو این انقلاب تو ذهنشون به وجود اومد و برای اولین بار خود مارکت هم اومد پشت اون چیزی که انگار مردم میخواد پوشش کرد. و واسه همین حس میکردم انگار یه بازی بود، انگار مثلا باید دریکو میکشیدن پایین. آره دیگه اینجوری بود. حالا مثلا کندریک چون یه رپری بوده که خفن بوده، حالا مثلا هم رزومه خفنی داشته، کریر خفنی داشته، اون اپورتونتی رو شاید به کندریک دادن که مثلا نگاه کن. خب از اونجایی که متوجه شدی موج رپ داشت میرفت به سمت بیشتر انگار اولد اسکول. درسته. حس میکنم تو یکی دو سال گذشته بعد تو آمریکا سر این آره گفتن مثل که آرتیستایی مثل دریک و یکم بیایم کمرنگترشون کنیم. خب امسی رپری مثلا کندریک رو بیایم بولترش کنیم. خب حالا مثلا دور از انتظار هم نبود که جایزه ببره. میکنم که اون عملا اون رولوشن اتفاق نیفتاده، چون جونم برات بگه که مثلا امینم هم امسال آلبوم داد ولی آره میگیری چی میگم؟ یعنی نسبت به خود امینم هم اونجوری حس میکنم آلبوم. خب امینم هم خیلی اولد اسکوله دیگه باز. خب درسته، نه دارم میگم اگر یعنی مثلا تیست مخاطب واقعا تغییر کرده باشه خب تو تاثیر اونو باید جای دیگه هم ببینی. آره میگیری چی میگم؟ ولی اصلا فوکس انگار فقط رو ناتلایکاس بود. درست. و اصلا انگار میدونی یه چیزی بود که باید اون اتفاق میافتاد. حالا نمیدونم ولی حداقل امیدوارم از ساید افکت جریان اینطوری باشه که ذره ذره حداقل مخاطب بیاد به این فکر بکنه که یه موزیک خفن‌تر هستش. اون موزیکی که حتما صدر چارته اون موزیک خفنه نی. درسته. البته این هم هستش به هر حال دیگه، زد و بندا هم هستش، اونجوری نیست که بگین نیستش. حالا بگذاریم از اینا، کلا هفته چطوری گذروندی هفته خودتو؟ هفته های خودمو در چند هفته گذشته دارم خیلی حس میکنم فشرده میگذرونم. از همین دیروز برف اومد، شروع شده برف اومدن. چه برف قشنگی اومد. آره من تو برف زیاد بیدار شدم، یعنی موقعی که بیدار شدم سفید بود تقریبا. من دقیقا همینجوری بودم، ماشین رو پارو کشیدم رفتم بیرون. ببین من یه جوری بود که رفتم بیرون با اینکه از لحاظ مثلا چشام اذیت نبود تو نور ولی مجبور بودم یعنی دودی بزنم که تو چشم نره، خیلی زیاد بود. آره من میدونی حاجی من هوای سرد حس میکنم رو سیستم عصبیم تاثیر میذاره، یعنی هوای سرد عصبیم میکنه. ولی وقتی برف میاد همیشه دوست دارم وقتی که داره یعنی مثلا شده 2 نصف شب داشته برف میومده رفتم یه قدم زدم فقط حال میده. آره. امروز رفتم یه کافی گرفتم قدم زدم و حس میکنم خود توی برف اگه باشی مدیت. آره واقعا. من اونجی به درجه های جدیدی رسیدم. دوباره 2 تا دور شروع کردم. 2 تا دور شروع کردم. آره 2 تا دور بعد از 2 سال. من 2 تا هیچ وقت بازی نکردم دیگه. یعنی فکر میکنم World of Warcraft فکر میکنم بازی کردم سال سگ ولی 2 تا بازی نکردم دیگه. اگه از همون موقع بازی میکردی که کردی، اگه نکردی دیگه الان نمیتونی بازی کنی دیگه. اصلا یه جوری هم نسبت با اینکه بازی استراتژیک دوست دارم ولی الان مثلا شاید یه هفته 10 روز بچهای استودیو میگن موبایل لجند رو نصب کنی یه گیم بزنیم فلان و اینا، همش یه جوری هم که تا یه قدمیش میرم بعد یکم غریبه هم باشه. آره خب میدونی 2 تا 2 مثلا یکم خیلی پیشرفته تر موبایل لجند دیگه، یعنی آره خب طبیعتا. آره پلیرای خفن فلان اینا. تنها موبایل گیم که میذارم کالاف. آره. حالا دیگه گیم کامپیوتر کلا با موبایل هم فرق میکنه. آره حاجی با اینکه من یه زمانی اصلا ببین اینجوری بگم گیم ادکت بودم، یعنی اصلا اعتیاد سگ داشتم به بازی، شاید روزی 6-7 ساعت بازی میکردم.
خب نه اون اعتیادی که من داشتم اون نداشتی. جدی با نگاه تو کن. اولین نفری هستی که میگی بیشتر از این ساعت داشتی بازی میکردی. ما میرفتیم خب ساعت 8 صبح جلو در گیم نت بسته بود، وای میستادیم تا 8 صبح 8 صبح میشستیم جلو در گیم نت، زنگ میزنیم صاحب گیم نت، اون تا بیاد دیگه بدبخت 9 باششای پاپ کرده میومد. فقط به خاطر شما میمدن. آره. میومد و ما میشستیم 2 ورد بازی میکردیم تا وقتی که این گیم نت ببنده. کی میبست؟ 1-2 صبح. از اون گیم نت رفتیم گیم نت دیگه. صبح من ساعت 7 بلند میشدم میرفتم سر کار ساعت 5 میومدم میرفتم گیم نت تا 7 صبح فردا. 7 صبح فردا میرفتم سر کار. بعد از اونجا رفتم خونه. اینجوری پیگیر 2 تا من در قبال اعتیادی که تو به بازی داشتی اصلا فکر میکنم تفریحی داشتم بازی میکردم. اصلا عجیب غریبه میگن دیگه، اصلا گیم نت خونه همون شده بود. آخه 2 تا 2 هم اینجوریه زجه، یعنی چه تو خونه چه گیم نت خیلی وقتتون میگیره. این الان دارم سعی میکنم منیج کنم روزی 2-3 ساعت بیشتر بازی نکنم. تازه منیج میکنه 2-3 ساعت بازی میکنه. آره عالیه دیگه 2-3 ساعت در روز وقت دارم گیم بزنم دیگه. میدونی یه سوال 2 تا سوال اول می‌خواستم راجع به یه چیز دیگه صحبت کنم، گفتم بذارم اونو بعد این سواله. الان در حال حاضر سریال خاصی رو دنبال می‌کنی؟ نه متاسفانه نه. من دارم یه سریالی رو می‌بینم الان که جدیدم نیست، یعنی یه چیزی مثلا امسال اومده باشه، شاید فصل اولش 2011 اومده، به اسم شیملس رو دیدم. شیملس رو دیدی؟ آره. من حالا امیدوارم اینو با هم گفته باشم قبل از اینکه دارم الان اینجا میگم، یعنی قبل از اینکه تو این ویدیو میبینه. من قبلا چند سال پیش 1-2 تا فصلش رو دیدم، بعد ولی خیلی سال پیش، اما مثلا شاید 2012-13 مثلا. الان دارم دوباره نگاه میکنم، خیلی هنوز برام تازگی داره. آره. خیلی برام تازگی داره و خیلی جالبه. میدونی این نگاش که میکنی اصلا در مورد یه خانواده‌ایه که باباشون دائم الخمره، ساوت ساید شیکاگو زندگی. من چرا دارم به توضیح میدم تو که دیدی اینو؟ به بچه‌ها توضیح بده. آره که توی جنوب شیکاگو زندگی میکنم. بعد حاجی اصلا وقتی نگاش میکنی حس میکنی خیلی خوشبختی، یعنی میبینی واقعا دقیقا. یه سری مردم میتونن با چه چالشایی کوپنا رو جمع میکنن که برای خونهشون مواد غذایی ارزون تر بگیرن و آره راست میگی. و اون خواهر فیونا آره که جده ایه واسه خودش، ولی دختر خوبیه. بوق میذارم اینجا رو من. همین جایی که گفتم بوق میذارم، بوقو میذارم رو اون. رو حرفی که زد نمیده، سانسور نداریم. ولی خب من دختر خوبیه. آره کاری که اون اونجا داره میکنه اون چیزی که تو میگی نیست. یعنی لایف استایلی که اون اونجا مثلا بهتر بگی چه سریع. حالا اسپویل نمی‌کنیم، باید ببینید. جالبه به نظرم. اسپویل که داداشی فیلم 2020 تموم شده، خیلی ها دیدنش. خب بازم یه سریال ندیدم. بعد چیز بوده دیگه، واقعا خیلی سریالای خوب هست که خیلی ندیدم. اگه بدونی سریال خانگی، شبکه خانگی بوده، انگار تو تلویزیون آمریکا پخش می‌شده. آره از سال 2009 شروع شده. اگه خواستیم ببینیم بچهای زیر 16 سال از دور تیوی دور کنید. و این که دیدی دیگه از بچگی اونا نشون میده تا که بزرگ میشن و آره فصلای جلوترش. حالا من کامل ندیدم، الان فصل 3 هم فکر می‌کنم. آره اینا هر فصل بزرگ میشن دیگه طبیعتاً. آره من هر فصل هم انگار زندگیشون وارد چالش‌های جدید میشه. الان فصل 3 کجایی؟ فصل 3 اونجایی که فیونا رفته تو اون هایپر کار کنه. اوکی. که منیجری داره که به همه تایم استراحت میده در روز. آره. فهمیدی کدومیه؟ الان به اونجاش رسیدم. اینجا فصل 3 رو ندیدم. فصل 3 رو. ولی خب
جالبه. قبلش یه سریال رو تموم کردم که باورت نمیشه تقریبا حس میکنم 200 تا اپیزود دیدم تا تموم شد. چی بود؟ How I Met Your Mother. How I Met Your Mother خیلی بود. خیلی اپیزود بود، یعنی انقدر اپیزود بود که مثلا یه تایمای رندوم مثلا نشستیم با هانی داریم غذا میخوریم یه اپیزود میذاره، بعد میشینم اول فکر میکنم که این کدوم اپیزود آره اینم هستش. من میگم به واسطه این که یکم گیم اومده توی اوقات فراغتم، فیلم یکم هست شده، ولی خب فیلم سینمایی جدید مثل 2 تا انیمیشن جدید اومد، سونیک 3 و موانا 2 تا رو دیدم، باحالم بود، قشنگ بود. موانا موزیکاله، یکم با انیمیشن موزیکال حال نمی‌کنم ولی خب باحال بود. بازم فیلم جدید هم اومده، چند فیلم خوب. حاجی الان که فکر می‌کنم اینم خیلی سال صنعت سینما رو دنبال نمی‌کنم. جدی میگی؟ نه من سینما رو دنبال میکنم ولی میگم الان دیگه کمتر شده. آره بیشتر گیم میزنم، نمیشینم گیم‌های قدیمی رو بازی میکنم. این ماه خیلی ماه موزیکی بود. آره خیلی موزیک اومد. تی جی آلبوم داد. آره. تی ام آلبوم داد. ویکند آلبوم داد. سورنا میخواد آلبوم بده. آره سورنا گفت بهمن ماه ریلیز میکنه. بابایز هم ویدیوشون جالب، کانسپتشون جالب بود، متفاوت بود. اینکه میبینم آرتیست یه مرزی رو سعی میکنه بشکونه، این جالبه، یه جسارتی توی هنرش به خرج میده، برام ارزشمنده. من نه جسارت تلخو اون دیگه حماقته داداش به نظرم. ویکند چه آلبومی داد؟ مترو بومین توییت کرده بود فقط این میتونه ماه اول سال، فقط این میتونه جنیوری آلبوم سالو بده. واقعا آلبومش جالب بود حاجی. بین حالا من خیلی دو تا فن نیستم، میفهمی؟ ببین من طبیعتا میتونم بهت بگم فن آرتیستی نیستم. شاید آرتیستی که فنش باشم مثلا بهرام باشه. نه فن که منظورم گوش بدم، منظورم این. آره ولی من مثلا یه دونه آلبوم فقط فکر میکنم یه دونه آلبوم داده بود ویکند که اونو نرفتم اصلا گوش نکردم اون آلبومو. که کاورش هم شبیه داروش اقبالی بود بیشتر تا ویکند. فهمیدم کدوم. اون آلبومو فقط چیز نکردم، ولی این آلبوم آخرش یعنی همون روزی که اومده بود رفتم اسپاتیف گوش کردم. حالا فکر می‌کنم تقریبا کامل آلبوم گوش کردم، بین 2 تا ترکاش یه جوری اینا رو بس کرده بود، یعنی واقعا بی‌نظیر بود. آره خوب بود آلبومش. من ترک فیوریت ترکم هم یعنی چیز بود، اوپن هارتس بود. سبکش الکترونیک و پاپ بود دیگه. ترک هیپ هاپی هم داشت، مثلا تایملس فیتش با کارتی با پلی بای کارتی. اون ترک هیپ بیشتر پاپ. ولی مثلا توی دیسکوگرافی اسپاتیفایش هم، تو اون بایوگرافی که توی اسپاتیفای از خودش زده نوشته که در واقع هیپ هاپ آر ام بی پاپ آرتیست. درست. به هر حال میگم زیاد اون تایپ موزیکای ویکند رو نیستم کلا. میدونی منو خیلی حالا کاری به اجراش ندارم، مثلا اجراشو، کانسپتشو، تکستشو، تکنیکاشو، اینا همه رو میذاریم کنار. لحاظ خود موزیک خیلی کاراش منو میگیره. آره دیگه موزیک و خیلی مهندسی شده است و وقت گذاشتم واقعا پای تولید اثرش. اینکه موزیک خوبیه که شکی نیست. یکی از علل اینم که تقریبا میتونم بگم فنشم اینه که یه سری آرتیستا به یه نقطه‌ای که میرسن از یه جایی به بعد دیگه توی کوالی میمونن، یعنی بهترین کاری که میکنن اینه که تازه کوالشون تو نقطه نگه میدارن، چون یه سریای دیگه هی افت میکنن به. ولی من نگاه کردم دیدم این آرتیست مثلا اولین جایزه‌ای که مثلا گرفته سال 2013 بوده. آلبومش جایزه گرفته و یعنی تو حساب کن دیگه 12 سال پیش این آرتیست تو کریرش به موفقیت خوب رسیده و از اون زمان تا الان تو ببین چقدر آلبوم ازش منتشر شده، چه جوایزی گرفته، چه آثاری تولید کرده و الان هم که دوباره اومدی آلبوم داد بازم سعی کرده بود که یعنی مثلا چجوری بهت بگم، مثلا
بلایندینگ لایتسش یه سوپر مگا هیته که پر استریم ترین ترک دنیا، 4 میلیارد استریم داره. اینا کار ندارم. بازم زمانی که مثلا میگم اوپن هارت رو چیز کنه، اوپن هرتس میگن حالا یه سری بچه‌ها بعدن تو کامنت اونو بخواد مثلا اون زمانی که اومد تولید کنه، داشتم به این فکر کردم که یه ترکی تولید کنیم از اون خفن‌تر. حالا شاید اینم مثلا به اون 4 میلیارد استریم شاید نرسه، ولی حس میکنم که در تکاپوی این هستن که یه اثر بهتر خلق بکنن. حالا این که به نظر تو این که تو حوزه الکترونیک و پاپه بیشتر این تأثیر نداره براش؟ این ببین سبک موزیک خیلی میتونه تاثیرگذار باشه توی میزان شنونده‌ای که جذب می‌کنی، خب ولی این همیشه اینطوری نیستش. یعنی این مطلقاً نیستش. تیلور سویفت بوده مثلا، الان ویکنده، آره ولی پاپ آرتیستا بودن، ولی بازم حس می‌کنم مطلقاً اینطوری نیستش، چون توی چارت همیشه یه سری ترک‌های هیپ هاپی اومده که تایم‌های طولانی تو تاپ 10 بوده تو بیلبورد و مثلا جونم برات بگی که استریم بیشتری داشته. میگیری چی میگم؟ آره. ولی در کل که میای نگاه میکنی خب تو ورلد واید استریم ترکایی که ملودیکه خیلی بیشتره. اونم به خاطر اینه که یه مخاطبی که زبون تو رو نمیفهمه، یعنی لنگویج تو متوجه نمیشه، زبونی که داری موزیکو بهش میخونی، زبون تو اونجا باهاش ارتباط تو با اون ملودی و آوازیه که حسیه که داری بهش القا میکنی و خب در نتیجه توی پاپ لیریک مهمتر تاثیر روانشناختی داره. واسه همین طبیعتاً حالا ولی خب الان دیگه حس میکنم تو ایران دیگه حداقل توی قشر اینطوری نیست. میگیری چی؟ آره بستگی داره بازم. ولی خب این اسمش یعنی مطلقاً این قضیه نیستش که همیشه پاپ مثلا بیشتر شه. آره اون موسیقی پاپیولار موسیقی مردم دوست دارن، ولی خب تیست خوبی هم داره، یعنی تو تلفیق اون کاری که کرده و حالا اون نحوهی که اجرا میکنن، سندایی که انتخاب میکنن برای ساخت ترکاشون و ببین فرم خیلی مهمه به نظرم توی اینکه چند بار مخاطب کار تو رو گوش میکنه. یعنی من آراد آزاد اگه میرم یه ترک رو پیدا میکنم، خودم به شخصه، حالا جدا از بحث این که من خودم به فرم یه ترک خیلی دقت میکنم، اون داره مستقیما رو مغز شنونده تاثیر میذاره و اینو خیلی حساب شده حس میکنم فرم کاراشون رو میبندن. تو واقعا از چند بار شنیدن ترکشون خسته نمیشی. میگیری چی میگم؟ آره واقعا. و اینو فرمشون داره چیز میکنه. یه ویدیویی هم دیدم توی اینستا، یه نفر داشت توضیح میداد در مورد کار بتوون که داشت میگفتش که کاراش شاید از لحاظ مثلا علم موسیقی کلاسیک شاید مثلا کنترپانای اونطوری نداره یا مثلا خیلی هارمونی آنچنانی نداره، ولی انقدر انتخاب نوتش و همون فرم کارش انقدر هوشمندانه بوده واسه همین یه اثر خیلی بی‌نظیر خلق کرده. آره خب میدونی این هم خیلی تأثیر داره که اون ملودی‌ها روی گوش آدم‌ها خیلی انگار دلنوازه. متوجه میشی؟ این هم خیلی تأثیر داره و مخصوصا مثلا کلا اگه دقت کنین ملودی‌های مثلا ملو بیشتر روی مغز تأثیر میذاره و گوش نوازتره. این هم یک دلیل دیگه شه. مثلا بعضی ها میگن رپ خیلی سریعه یا راک خیلی بلنده. این مثلا ملودی ها دیگه همه میتونن گوشش بدن. درست. خاطر همین هم هست که میشه یه اثر موندگار دیگه. خب چقدر شد؟ قابل نداره. خواهش میکنم بزنم به حساب دیگه. اگه بزنی به حساب که حالا این دفعه مهمون ما باش. مرسی. 30 دقیقه 30 دقیقه که داریم زر میزنیم. درسته؟ اختیار داشتیم. بله نسبت شما حلقمو گم کردم آجی. شوخی نکن. خیلی کار زشتی کردی. خیلی کار زشتی کردم. خب بریم برفازی. سرما متنفرم. شب و روزگار بر شما خوش. ما رو دنبال کنید، به دوستانتون معرفی کنید، نظرتون رو برام کامنت کنید. فکر کنم باید سابسکرایب هم بکنید. اینستاگراممون هم فالو کنن.
اینستاگراممون هم تازه باید فالو کنیم. آره چقدر زیاد باید کار بکنم دیگه به هر حال بابا یه دکمه دیگه. آره برای شما آره. شاید 5 دقیقه، ما الان نیم ساعت اینجا بودیم، 5 دقیقه بیشتر وقت تازه این نیم ساعت دیده میشه، نیم ساعت دیده میشه. آره. اینا رو چین 3 ساعت پشت پرده داره. ماها فکر شده این اتفاقی که اینجا در جریانه. خیلی خوب، تا درودی دیگر بدرود. خیلی تو اوج خدافظی کردیم.